ماشین حمل پول رو پر پول میکنن و راه میافتن که پول رو جابجا کنن که چند نفری جلوشون رو به بهانه تعمیرات جاده‌ای میگیرن و مجبور میشن توقف کنن که تیم عملیات فکر سرقت در سر دارن و به ماشین حمله میکنن و ادامه ماجرا. داستان از جایی شروع میشه که یه مرد کچل برای استخدامی در شرکت حمل پول اقدام میکنه و رئیس شرکت تمامی معایب رو براش توضیح میده و یکی از اعضای تیم رو بهش معرفی میکنه که دوره‌های لازم رو بهش بده. بعد از سلام و آشنایی مدارکش رو چک میکنه و میرن سراغ امتحانا. با وزنه برداری شروع میکنن و مرحله دوم میرن سمت امتحان تیراندازی که وقتی کارش رو چک میکنن اکثر تیرها امتیاز خوبی کسب نکردن. در مرحله سوم میرن سراغ امتحان رانندگی با ماشین‌های حمل پول و وقتی که آزمونا تموم میشن بهش میگه که دقیقاً با حد نصاب قبول شده و اون رو به تیم به عنوان عضو جدید معرفی میکنن و برای اولین روز کاریشون وسایلاشو تفنگ و اسپری و غیره رو بهش میدن و با دوستای جدیدش سوار بر ماشین و میرن که اولین روز کاریشون رو شروع کنن. از جای مورد نظر کیسه های پول رو تحویل میگیرن و بدون هیچ مشکلی و قصد حمله‌ای پول رو تحویل شرکت میدن. روز دوم کاریشون راه میافتن و زمانی که به مقصد میرسن یکیشون میره که کیسه ها رو تحویل بگیره و این دو میمونن داخل ماشین که یهو بهشون بیسیم میشه که رفیقشون رو به گروگان گرفتن و اگه میخوان آزاد بشه باید کیسه های پول رو داخل ماشین به اینا بدن. اونا هم به ناچار و به خاطر همکارشون به محل گروگانگیری میان و رفیقشون رو بر روی زمین میبینن. کچل میره عقب ماشین و کیسه ها رو یکی میندازه تو وانت که از قصد یکی رو زمین میندازه و وقتی راننده وانت پیاده میشه که اونو داخل ماشین بندازه بهش شلیک میکنه و میاد پایین و با همشون درگیر میشه و از همه عجیبتر با دقت شلیکش همشون رو از پا در میاره که رئیسشون فرار میکنه اما داخل ساختمان بغلی میگیرتش و اون رو هم با تفنگش میکشه. دوستاش سر میرسن و در حالی که جنازه مرده رو میبینن تعجب میکنن. زمانی که برمیگردن رؤسای شرکت ازشون سوال پرسی میکنن و همشون میگن که کچله همشون رو کشته و اینا هیچ کاری انجام ندادن. نوبت کچله که میرسه بعد از تحسین کردنش فیلم سرقت چند مدت قبل رو بهش نشون میدن که افرادش هنوز دستگیر نشدن اما اون میگه که اینه میشناستشون. شب تو خونش در حالی که فکری مغزش رو مشغول کرده به مدارک افراد اون شرکت نگاه میکنه و اونا رو بررسی میکنه. صبح که میره سر کار توسط همکارانش مورد تشویق قرار میگیره و همه ازش تحسین میکنن. 3 ماه از این ماجرا میگذره و در حالی که بازم مثل همیشه با رفیقش در حال جابجا کردن پولها و حرف زدن هستش یه موتور سوار که صورتشو پوشونده جلوشون رو میگیره و از پشتم محاصرهشون میکنن. شیشه های جلوشون رو با اسپری رنگ میکنن و که نتونن جلوشون رو ببینن. اما هنگامی که کچله از ماشین پیاده میشه و بهشون ظلم میزنه رئیسشون داد میزنه و فرار و همشون فرار میکنن. هنگامی که یکی از راهزنان به رئیسش میگه چرا فرار کردی میگه اون رو میشناسه و خیلی آدم خطرناکیه. از این ورم از کچله سوال و جواب به بار میاد و همه از این موضوع تعجب میکنن. شب که میشه کچله میره سراغ یکی از اعضای تیم خودشون که قبلا با یکی سری افراد دیگه از بانک دزدی کردن. با اسلحه‌اش تهدیدش میکنه و اونم میگه که همکاری میکنه تا دزدا رو بگیره. داستان از 5 ماه قبل شروع میشه هنگامی که کچله با تنها پسرش میخوان برن بیرون چیزی بخورن که رئیسش بهش زنگ میزنه و میگه باید آدرس یه ماشین حمل پول رو بهشون بده. اونم میگه وقت ندارم و این حرفو که مجبور میشه چون اون روز کسی جز اون تو شهر نیست. خلاصه با پسرش میرن اونجا به پسرش میگه بشین تو ماشین تا من بیام و خودش میره کنار یه ماشین صبر میکنه که ماشین حمل پول برسه و آدرس دقیقش رو به رئیسش بگه. ماشین میاد بیرون و به راست میپیچه و از اونجا رد دور میشه اما کمی جلوتر جلوشون رو میگیرن و این داستان هم داستان همون ماشین اول فیلمه که گفتم. در همین حالت گروگانگیری و دزدی پسر مرد کچله هم توی ماشینی صحنه رو میبینه و همون لحظه به پدرش زنگ میزنه اما هرچی پدرش رو میگیره اشغاله که دزدا پسره رو میبینن و از ماشین پیادهش میکنن که پدرش وقتی از دور میاد این صحنه رو میبینه که یکی از دزدا به پسرش شلیک میکنه و اونو میکشه اما وقتی میاد به سمت اونا اون رو هم مورد هدف قرار میدن و تیر خورده روی زمین میفته در حالی که چشاش بازه صورت کسی رو که به پسرش و خودش شلیک کرده رو میبینه. چشم که بعد از مدتی باز میکنه میبینه تو بیمارستان و با خواهش از دکترها بلند میشه و بیمارستان میاد بیرون. به خونه که میرسه زنش کلی سرزنشش میکنه و بهش میگه که مرگ پسرمون گردن توه. اونم از این موضوع فکر انتقام به سرش میزنه و میره پیش یکی از دوستاش که عضو وزارت امنیت کشور هستش و لیست تمام کسایی که در چند ماه اخیر سرقت کردن و ازش میگیره.
بعدش هم رفقاشو جمع میکنه و لیست رو بهشون میده. اونا هم میرن سراغ یکیشون رو. بعد از کلی شکنجه دادنش بالاخره میفهمن که یکی داخل شرکت حمل پول هستش که نفوذیه و اونا به سرقت کننده ها خبرها رو میده. کچله میره سراغ یه دوستش رو ازش مدارک جعلی میگیره که بتونه به عنوان کارگر وارد اون شرکت و استخدام بشه. از این ور این گروهی که به بانک‌ها و ماشین‌های حمل پول دستبرد میزنند بعد از گذشت 5 ماه از اون موضوع و کشتن اون پسر بچه باز هم تصمیم میگیرن به ماشین‌ها حمله کنند. اما این بار در جمعه سیاه و پر درآمدترین روز سال مرد کچله به همراه رفیقش اون روز کیسه ها رو داخل ماشین میذارن و در حالی که دارن حرف میزنن رفیقش به کچله میگه که اون جاسوس هستش و امروز هم با تیمش قراره به پایگاه حمله کنن و هرچی پول هستش رو بدزدن. که کچله میفهمه مرد نفوذی که اونجا کار میکنه همین همکار و رفیق خودشه. ماشین رو میبرن داخل یک گاراژ سرپوشیده که دزدا هم اونجا هستن. کچله رو پیاده میکنن و تهدیدش میکنن و بهش دستبند میزنن که کار اضافی انجام نده. بعدش هم خودشون هم سوار ماشین میشن و به همراه اونا وارد پایگاه میشن بدون اینکه کسی متوجه بشه. در پایگاه که بسته میشه از ماشین میان بیرون و همه رو به کشتن تهدید میکنن. نگهبان مسلح میشن و به سمتشون تیراندازی میکنن و دزدا هم افراد رو به گروگان میگیرن و پلیسا از راه میرسن اما در پایگاه بسته است و نمیتونن کاری انجام بدن. از طرف دیگه این مرد کچله یکیشون رو میگیره و خفش میکنه. بعدش هم دستبند رو باز میکنه و میره سراغشون. از طرف دیگه یکی دوتا از افراد دزدا هم تیر میخورن و هی از نفراتشون کم میشه. مرد نفوذی اسلحه‌شو برمیداره و یکی یکی به افراد خودشون و مامورا تیراندازی میکنه و اونا رو میکشه و همراه 2 نفر دیگه از دزدا پا به فرار میذارن. به مقصد که میرسن اون دوتای دیگه از سر طمع یکیشون اون یکی رو میکشه و وقتی نفوذی ازش میپرسه پس اون یکی کجاست میگه که اون مرده از شدت خونریزی. بعدش هم پولها رو سوار بر موتور رو میارن که بندازن داخل ماشین. که نفوذی سعی میکنه با کلک از شر اون یکی خلاص بشه اما از سر کند بودنش خودش به دست اون یارو کشته میشه. اون طرف هم تمام پولها رو برمیداره و فرار میکنه. بعد از یه مدتی توی خونش داره از پولهاش و تنهاییش لذت میبره که صدای میشنوه. وقتی برمیگرده مردی کچل رو میبینه. اونم بهش یه مدارک نشون میده که بخونه. وقتی مدارک رو نگاه میکنه عکس یک پسر رو میبینه که گزارش قتلشه که به یاد میاره که همون پسریه که اون روز بهش شلیک کرده و کشتتش و چهره مرد رو یادش میاد که به چشاش زل زده اما تا چشم باز میکنه میبینه 5 تا 6 تا گلوله خورده و افتاده رو تخت و داره میمیره. بله دوستان، مرد کچله انتقام خون پسرش رو از قاتلش میگیره. خب نظرتون در مورد این فیلم رو حتما تو کامنت ها بگید و اینکه حتما سابسکرایب کنید که هر هفته خلاصه بهترین فیلم ها رو براتون میذاریم. مرسی از نگاه زیبایتون.